قسمت رو تا انتها میاری پایین. اینجاها رو میای نزدیک عنبیه چشمت و بن موجت نگه میداری، خیلی نازک. اینی که تا اونجایی که شد پایین آوردی و حالا آروم آروم میبری به سمت بالا دیگه. تیزیشم با خودت، چسبوندن به هر نقطه‌ای که دوست داری. با این روش امکان نداره که از رو به رو پلکت بیفته روی خط چشمت، به خاطر اینکه تا اونجایی که میشد از پایین شروع کردی و چون به سمت بالا هدایتش کردی دیگه چشمت افتاده و این مدلی به نظر نمیاره. این کار شاید خیلی اونقدر که فکر می‌کنی آسون باشه، ولی اگه تمرین کنی و بتونی انجامش بدی باعث میشه که وقتی می‌خوای تو سرعت این کار رو انجام بدی مجبور نشی 10 بار خط چشم بکشی چون پلکت میفته روی خط چشمت. اینجوری از هر سمتی که نگاه کنی یه خط چشم خیلی حرفه‌ای و درست حسابی و تیز و شارپ داری. تو ویدیو بعدی میبینمت. خدافظ.